سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. در این ویدیو همونطور که بهتون قول داده بودم قراره وسیله‌ای که از دیجی کالا سفارش داده بودیم و باز خب کار اول این رو باز میکنم. تابلو حالا خدا کنه سالم باشن. یه چیزی که بنگاش داره، این هم نماشه اینجوریه، بیت اسلیپ گیم. اینو خیلی دوست داشتم و برای اون چه برچسب برده بود، فقط یه ذره اینجا شکستگی داره. جنسش هم بد نیست، کاغذ ماننده. خب اینا رو میذاریم کنار. اگه دوستان اینا رو چیز میکنم براتون میذارمشون و عکسشون میذارم. خب این رو باز کنیم. امیدوارم همراه من سورپرایزم بشین. چالش آنباکس در 100 ثانیه. کامل داشته باز کنیم. اولین چیزی برمی کنیم چیه؟ خب مجسمه 8 عددی 8 تایی اینجا میتونم میشونم اینا بزنیم اینجا. مجسمه 8 عددی اینا گلاشن. اینا آخر میچینم براتون عکسشون میگیرم از قد و بعدش میخوام اثر میده توشم بزنمشون. مجسمه 3 تایی جنسشون بد است نیست، جنسشون خوبه. این ماشین این بخاطر منتظر این بودم دوستان. این میکروفونه که معلومه یه کوبیس خیانه دوستان. من ویدیو رو قصد کنم و ادامه رو با این میگیرم. امیدوارم تاثیر صدا رو بفهمین. من اینو باز کردم و گذاشتم. خب این چیه؟ برعکسش جی مجسمه گیم اوور. شارژر هم همراهش داره. عاشق اینم. تقریبا 300 تومن آورد برام. و تابلو و چیز بعدی که اینجاست تابلو آرتیه. نوشته enjoy your offline time. میگه از زمان آفلاینیت لذت ببر. بذار اینو کجا بذاریمش؟ به همینجوری اینجا بذاریمش. جان عینک باشه، عینک جنگ. همش گوشته. عجب عینکی. خب این بعدی عینک رو در بیاریم اینجا بذاریمش. یه ذره این دولاش لقه جلو داشبوردی اینجوری میشه. خب در آخر تابلو خندالو بازش میکنیم و به عکس TNT چیز مثلا کلاش آف کلنز TNT ماینکرافت و 2 تا چیزم سفارش دادم برچسب لپتاپ. اولیش طرح گودزیلاست
دومی سطح بچه بیا پایین. الان اینا رو بس میکنیم میذاریمشون دیگه، هیچی نیست بچه. تمام چیزایی که خریدیم اینه. اگه پارت 2 شو دوست دارین بگین تا براتون بذارم. پارت 2 شو میخوام خریداری کنم. اگه پارتشو دوست دارین بگین پارت 2.